با سلام دیگر باره با همه شما بینندگان عزیز، شادر گل خوجه هستم. در خدمت شما ساعت به وقت پراگه 10 است و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را برای شما میگویم. مقامات تاجیک میگویند یک زنی ساکن دهه اخالتون جمعیت اوریون نویه کوشونیون ولایت ختلان 4 فرزندش را بوغی کرده به هلاکت رسانده است. حادثه نصف روزی چهارشنبه 9 سپتامبر رخ داده است. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان با تصدیق این خبر گفتند زنی که 4 فرزند نابالغش را کشت 30 سال دارد. به قول منبع در حال حاضر این زن در بازداشت می باشد. یک منبع در مقامات محلی ولایت ختلان از این زن نزاکت خان توئیر و نام برد که در 2 روز آخری قبل از حادثه در خانه برادرش بوده است. به گفته منبع شوهر این زن در ساختمان کار میکند و زمان حادثه هم در خانه نبود. این منبع رادیو زودی میگوید که این زن پس از کشتن 4 فرزند 10، 8، 4 و 1 سالش خود حادثه را به پلیس خبر میدهد. سبب‌های دست به این کار زدن مادر کودکان تا به حال معلوم نیست. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند که دوستانی به تفتیش حادثه آغاز کرده است. روزهای 28 و 29 سپتامبر در دوشنبه اجلاسی نوبتی بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می شود. در این باره خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبع خود در حکومت کشور نوشته است. به قول منبع هیئت‌ها را نخست وزیران دو دولت قای رسولزاده و عبدالله اوریپوف رهبری خواهند کرد. گفته می شود جانب‌ها مسئله باز کردن مرز و راه‌اندازی پروازهای بین تاجیکستان و ازبکستان را که بنابر پاندمی کرونا ویروس در میانه‌های ماه مارس بسته و قطع شده بودند مطرح خواهند کرد. همچنین در این ملاقات مسئله حجم و نرخ‌گذاری انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان و برعکس گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان برای سال آینده هماهنگ می شود. سال گذشته مبلغ عمومی صادرات برق از تاجیکستان به همسایه کشور بیش از 28 میلیون دلار را تشکیل کرده. مقامات تاجیک از ازبکستان به مبلغ نزدیک 18 میلیون دلار گاز طبیعی خریداری نمودند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه امیدواری کرده است که مسئله سفر دانشجویان خارجی به این کشور تا 1 ماه دیگر حل خود را می‌یابد. این مقامدار روس ضمن نشست خبری گفت که تصمیم را در این باره نه وزارت معارف و کارهای خارجی کشورها بلکه اداره سانیتاری و اپیدمیولوژی میگیرد. با گفته لاوروف این مسئله با نهادهای دخلدار الکی بررسی شده است و زمان مشخصی که به دانشجویان خارجی امکان بازگشت به روسیه را اجازت می‌دهد در روزهای نزدیک اعلان می‌شود. مسئله گشودن مرزها نیز به مقامات سانیتاری و اپیدمیولوژی وابسته است. خلاصه کرد سرگئی لاوروف. یادآور می‌شوم که در تاجیکستان نیز این شب و روز صدها دانشجویان تاجیک محصل مکاتب عالی روسیه منتظر امکان سفر به این کشورند. بیش از 1000 نفر آنها سال جاری به دانشگاه‌ها داخل شدند ولی بنابر بسته بودن مرزها نتوانستند به درس بروند. ولی طور قبلا اعلان کرده بودیم امروز شرکت سامان ایر برای رسانیدن دانشجویان تاجیک محصل دانشگاه‌های بلاروس و اوکراین با خطر دوشنبه مینسک دوشنبه پرواز چارتری انجام می‌دهد. همچنین طریق این هواپیما شهروندان تاجیکستان و کشورهای خارجی که برای ورود یا ترانزیت به قلمرو بلاروس حجت‌های ضروری دارند می‌توانند سفر کنند. در دوام 3 ماه گذشته ایالات متحده آمریکا روابط سفر یا خود ویزای بیش از 1000 شهروند چین را از اعتبار ساقط کرد. این عمل بعد از آن صورت گرفت که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ 29 می سال روان دستور داده بود ورود دانشجویان و پژوهشگران چینی را که از نقطه نظر امنیتی تهدید به شمار می روند از اعتبار ساقط کند. به قول دپارتمنت دولتی آمریکا فرمان ترامپ عکس العمل به تعقیب جانبداران دموکرات در هنگ کنگ می باشد. منصبداران آمریکا میگویند شماره پرونده‌های جاسوسی با شرکت شهروندان چین زیاد شده است. ایالات متحده آمریکا همچنین کوشش‌های چین برای ربودن نتیجه‌های پژوهش کرونا ویروس را یادآور شدند. در سال‌های 2018-2019 370,000 شهروند چین به دانشگاه‌های آمریکا قبول گردیدند. دپارتمنت دولتی میگوید همین طریق لغو 1000 ویزا شماره ناچیز است و دانشجویان و پژوهشگرانی که با دستورهای حزب کمونیست و نظامیان هدفهای پس پردگی ندارند به ایالات متحده آمریکا راه می‌یابند. و روز 9 سپتامبر فرقت منصوروف سرطبیب دیسپانسری بیماری‌های سرطانی ولایت سوخت درگذشت. در این باره پیوندان پزشک در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. درباره سبب‌های مرگ طبیبی شناخته‌ای تاجیک 47 ساله چیزی گفتن نشده است. فرقت منصوروف از جمله افرادی بود که در اوج اول بیماری کرونا ویروس در بهار امسال با ویدیوهایش مردم را روح بلند و برای جلوگیری از این ویروس راهنمایی می‌کرد. خب بینندگان عزیز این چند خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای
شما بگویم. با خبرهای بیشتر از این من شما رو در برنامه خبری 3 ساعت پس منتظرم. تا اون وقت خود را احتیاط کنید. روزی خوبی داشته باشید.